سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 14 اپریل تقدیم میکنیم. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی سالانه‌اش وضع حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در کشورهای دنیا را به بررسی گرفته در بخش تاجیکستان گزارشش این کشور را یک دولت خودکامه‌ای تحت نفوذ سیاسی پرزیدنت و طرفدارانش نامیده است. شام چهارشنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری این گزارش را معرفی کرد. ایالات متحده آمریکا در هر دور و زمان مخالف استفاده هر گونه شکل‌های شکنجه از سوی تمام حکومت‌ها و نیروهای غیر دولتی میباشد. در این گزارش گفته می شود که قانون اساسی تاجیکستان نظام سیاسی چند حزبی را اجازت می دهد، ولی دولت تاجیکستان تاریخاً گوناگون اندیشی سیاسی را پایمال می کند و این کار را در یک سال گذشته هم ادامه داده است. آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت روز 14 اپریل در اجلاس پنجم مجلس وکیلان خلق پایتخت با عضویت مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان از حوزه انتخاباتی رقم 4 شهر دوشنبه نامزد شد. انتخابات وکیل مجلس ملی از حوزه رقم 4 دوشنبه روز 29 می دایر خواهد شد. از این حوزه در مجلس ملی بختیار خدایارزاده رهبری پیشینی دستگاه پرزیدنت نمایندگی میکرد. خدایارزاده در پایان ماه ینور رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان تعیین شد و دیگر حق عضویت در مجلس ملی را ندارد. در مجلس ملی 25 وکیل از جمع عمومی 33 وکیل از طریق آوازدهی در اجلاسیه‌های مشترک مجلس پایتخت و ولایت‌ها انتخاب می‌شوند. 8 عضو دیگری مجلس ملی را رئیس جمهوری تعیین می‌کند. در میان 46 مهاجر کاری زهرآلود شده در مسکو 2 شهروند تاجیکستان نیز بودند. به قول مقامات آنها بعد از استعمال گوشت مرغ به این حال گرفتار شدند. مسئولان نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه گفتند که شب 13 و 14 اپریل در یک خوابگاه نزد مترو ملادیژنه در غرب مسکو 46 مهاجر کاری در پی استعمال گوشت مرغ زهرآلود شدند. خبرنگاری آزادی در مسکو میگوید اکثر این مهاجران زاده ازبکستان بوده. 2 مهاجر زهرآلود شده تاجیک جمعبک زینالدینов از شهر کلوب و اکمالجان خوشنظرов از شهر تورسونزاده میباشند. وضع این 2 نفر معتدل ارزیابی میشود. تأخیر در ساختمان منزل‌های زیست در شهرکی به نام چاینا تاون و یا شهرک چینی گروه ساکنان شهر خوجند را به تشویش آورده است. حدوداً 30 خانواده که تا سال گذشته در خیابان رحمان نبیف این شهر زندگی می‌کردند با وعده کوچانیدنشان به خانه‌های نوساخت شرکت حسنارو یک از خانه بلندآشیانه‌شان به منزل‌های اجاره کوچ داده شدند و پول اجاره را شرکت پرداخت می‌کند، ولی با گذشت 1 سال هنوز هم کارهای ساختمانی در این محله شروع نشده است. از روی طرح قراردادی شهرک چاینا تاون در خوجند بنیاد 15 بینای بسیار طبقه برای 1200 عائله، مکتب 4 آشیانه و دیگر انشاءات اجتماعی را در بر گرفته باید در مدت 5 سال ساخته تمام شود. نگرانی‌های مشتریان انتظار خانه‌های نو را مقامات خوجند به پایان می‌خوانند. وعده اونو همین که بعد 1 هفته بعد 1 ماه با این ماه شده خور رفته است. من فرزندم من عمر 10 سال عمرش رسید و گذشت. من می خونه پشتم عذاب و مشقت کردید. هم زنش زن گرفت، بعد 1 سال زن گرفتنش برفت من میگیری عمرش گذشت باید. طرح بنیاد چاینا تاون نخستین پروژه چین برای بنیاد منزل‌های استقامتی در خوجند میباشد. در شبکه کتاب فروشی آمازون در اینترنت رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک استینلی همسر سرکش به زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها شناس شده است. قصه همسر سرکش درباره زندگی روزمره نرگس، زن قصه میکند که به دوشش بار زندگی یک خانواده افتاده او تنها تأمین کننده روزگاری عائله‌اش می باشد. خود نویسنده این اثر را یک رمان اجتماعی از روزگار زنان تاجیک می نامد که می تواند چون درسی عبرت برای زنهای خارجی دیگر خدمت کند.
бароям тааҷҷубовар ин буд ки то ҳол китобе дар бораи ҳаёти занон дар тоҷикистон ва бахусус дар бораи зиндагии ин ҷумҳурии ҷавон ба забони англисӣ нашр нашудааст. нахуст ман ба навиштани қиссаҳо шурӯъ кардам ва баъдан ба қароре расидам ки ин бояд як роман шавад. дар оғоз навиштаҳои ман ҳикояҳои хурд буд ва баъдан ба як роман табдил шуд. мусоҳиба ихтисосии мо бо Аника Мелисик Стенли дар сайти интернетии радиои Озодӣ дастрас аст. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.